به دانش آموز ایرانی در مدارس شیر میدادن، بیسکویت میدادن، میوه میدادن، غذا میدادن. در اون زمانی که تازه مردم وضعشون نسبتاً خوب بود، ولی فکر میکردن شاید یک خانواده، میدونید الان در کشورهای ثروتمند هم همینجوری هست، خانواده‌ای هستن که وضعشون خوبه ولی صبح چون دیر از خواب پا میشن فرصت صبحانه خوردن ندارن. و علم پزشکی الان نشون داده که کسی که صبحونه نمیخوره مغزش خوب کار نمیکنه، خوب نمیتونه یاد بگیره، مخصوصا در کودکان و نوجوانان. و اینها در آموزشگاه‌ها، در مدارس با اون تغذیه رایگان کوشش میکردن کودکی که اگر احیانا صبحانه نخورده یا کم خورده یا نیاز به یک میان وعده داره چون معده‌اش کوچیکه، در اونجا غذا بخوره، شیر بخوره، میوه بخوره. تمام مراحل آموزش